سلام، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون عالی باشه. یه باوری هست و میگن که موفق ترین معامله‌گرها منظم ترین معامله‌گرها هستن. من میخوام این جمله رو یه کمی ویرایشش بکنم و میخوام بگم که اتفاقا موفق ترین معامله‌گرها منعطف ترین معامله‌گرها هستند. کسایی که وقتی وارد بازار میشن تعصب ندارن به ترند خاصی. زمانی که بازار مسیرش رو تغییر میده، این معامله‌گرا میتونن عین یک رقصنده ماهر مسیر خودشون رو تغییر بدن. چرا؟ چون میدونن که سودشون در این هستش که زودتر بپذیرند که مسیر عوض شده. اگر که بخوایم بچسبیم به یک سری باورها و اعتقادات قدیمی که وای نه ترند هنوز هم تغییر نکرده، طبیعتاً فقط و فقط ضرر خواهیم کرد.